بزرگوار گفته که بکوش برای دنیای خود طوری که گویا همیشه زنده خواهی ماند و بکوش برای آخرت خود به طوری که گویا فردا جان خواهی داد. ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتری داریم، راحتی بیشتر اما وقتی کمتر، دیپلم عالی اما درک عمومی پایین‌تر، آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیصی کمتر داریم و بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم. خیلی کم میخندیم، خیلی سخت رانندگی میکنیم و خیلی زود عصبانی میشویم. تا دیر وقت بیدار میمونیم، خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم و بیشتری وقت تلویزیون تماشا میکنیم. چندین برابر دارایی داریم اما ارزش‌هایمان کمتر شده است. خیلی زیاد صحبت میکنیم، به اندازه کافی دوست نمیداریم و خیلی زیاد دروغ میگوییم. خانه‌سازی را یاد گرفتیم اما نه زندگی کردن را. تنها به زندگی سالهای عمر را افزودیم و نه زندگی را به سالهای عمرمان. ما ساختمان‌های بلندتر داریم اما طبعی کوتاه‌تر، زمین‌های وسیع‌تر اما دیدگاه‌های باریک‌تر. بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم، بیشتر میخریم اما کمتر لذت میبریم. ما تا ماه رفتیم و برگشتیم اما قادر نیستیم برای ملاقاتی عزیز از یک سوی خیابان به سوی دیگری خیابان برویم. فضای بیرون را فتح کردیم اما نه فضای درون را. ما عهدام را شکفتیم اما نه تعصب خود را. بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم. بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر به انجام می رسانیم. شتاب کردن را آموختیم نه صبر کردن را. همیشه از آنچه هست می گریزیم و به دامن آنچه باید باشد پناه می بریم. درآمدهای بالاتر داریم اما اصول اخلاقی پایین‌تر. پس می باید در جستجوی دانش باشیم، بیشتر بخوانیم و از زیبایی‌های طبیعت لذت ببریم. زمان بیشتر را با خانواده و دوستانمان بگذرانیم و غذای مورد علاقه‌مان را بخوریم و جاهایی را که دوست می‌داریم ببینیم و زندگی فقط حفظ بقا نیست بلکه زنجیره از لحظه‌های لذت بخشی است. از انجام کریستال خود استفاده کنیم. بهترین لباسهایمان و چیزهای با ارزش دیگر را برای روزی مبادا نگه نداریم و هر لحظه که دوست می‌داریم از آنها استفاده کنیم. عباره‌های مانند یکی از این روزها و روز را از فرهنگ لغت خود خارج کنیم. باید نامه را که قصد داشتیم یکی از این روزها بنویسیم همین امروز و بیاید به خانواده و دوستدارانمان بگوییم چقدر آنها را دوست می‌داریم. هیچ کاری را که میتواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تأخیر نیندازید. روزی نشود که بگوید وقتی که بود نمیدیدم، وقتی میخوان نمیشنیدم، وقتی دیدم که نبود، وقتی شنیدم که نخواند. هر روز، هر ساعت و هر دقیقه ارزشمند است و شما نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه ها باشد. بعضی وقتا خیلی آسان است حرفای را گفتن و بر آنها عمل نکردن. به همین شما زندگی خوش و گوارا را آرزومند.